سلام دوستان. تبسوب یه پستی گذاشته داخل کانال تلگرامش که لیست شدن تبسوبو به تأخیر انداخته، چه هلوهوش 3 ماه. این نوشته، متن انگلیسیش نوشته بروزرسانی مهم. ما در عین حال چند خبر خوب و بد برای شما داریم. تیم ما تصمیم گرفته که تاریخ را عوض کند. بعد نوشته آیا این بروزرسانی برای شما خوب است یا بد؟ نوشته اخیراً سر و صدای زیادی در مورد تبسو به وجود آمده است که به خصوص در مورد لیست کردن در صرافی‌های سطح 1 افت شدید و موارد دیگر و جای تعجب نیست. این پروژه به یکی از بازیگران اصلی در سطح جهانی تبدیل شده است. که اینجا چی نوشته؟ اینجا منظورشون اینه که این پروژه ما داریم به صرافی‌های مهم میسپریمش برای لیست کردنش، که این بهونه است. داخل همون 4-5 روز اینا میتونستن این حرکت رو بزنن. ولی دیگه اینجا گفتن مثلا رهبران صنعت وبسایت را نیز به خود جلب کرده ایم. اینجا نوشتن بنابراین همه شایعات فقط شایعه نیستند. تیم تبسوآپ در واقع در حال مذاکره با صرافی‌های مهم سطح 1 است. آنها با شما جامعه ما هیجان زده هستند. میگه اونها هیجان زده هستند که آقا تبسوآپ این همه کاربر گرفته، این همه تعجب کردن، براشون جای تعجبه و هیجان زده هستند که به سوی ما بشتابند. با این حال این موفقیت با برخی مزاحمت همراه است. این سطح از توجه کار بسیار دقیق تری روی توکنومیک و استراتژیک را اندازی مناسب است و این زمان اضافه. میگن ما بروزرسانی میخوایم کنیم که توکنومیک و استراتژی تبسوب رو عوض کنیم و بهترش کنیم، که این الان مثلا واسه آپدیت قبلی هم اصلا یه چیز دیگه بود. اونا خودشون تبسوب میخواست خودش یه صرافی بکنه، آپدیت رو عوض کرد رفت زیر پوشش تون. اینجا الان میخواد عوضش کنه استراتژیشو. نمیدونم والا، دیگه جای تعجبه. اما بدانید که همه اینها برای اطمینان است. این است که راه اندازی ما در 3 ماه منصفانه و مهمتر آن برای همه شما صرف نظر از هر اتفاقی در کنار ما هستید سودآور است. یعنی اینکه شما تو این 3 ماه به نفع شماست که کلیک کنید و درآمد درارید و تا میتونید کلیک کنید. اینجور چیزی نوشتم. بعد نوشته بنابراین همانطور که میبینید دلایل زیادی برای خوشحالی در مورد این تغییر وجود دارد. میگه خوشحال باشید که آقا ما بروزرسانی کردیم و تاریخ رو انداختیم عوض جلوتر 3 ماه بعد. به زودی ما اخبار بزرگتری در مورد آینده خود شرکت‌های سطح 1 و خود افت به شما خواهیم داد. اینجا هم نوشته ما واقعا برای حمایت شما ارزش قائل هستیم و واقعا به بازخورد شما گوش میدهیم. بنابراین فراموش نکنید که آن را در نظرات در مورد X همون توییتر به اشتراک بگذارید تا به سطح بالاتر و بالاتر دست خواهیم یافت. میگه تبلیغ کنید و اما راضی باشید که به سطح بالاتری دست خواهیم یافت. من الان اطلاعاتی که از تبسوب به دست آوردن، اینا دنبال درآمد خودشونن که کانال زدن تو یوتیوب و اینجور حرفا. به نظر من لیست میشه ولی ممکنه چیز کمی دستتون رو بگیره، مثلا $100 $200، چون تعداد کاربرا میره بالاتر. تا اون موقع فکر کنم تبسوب اندازه جمعیت بهتون بگم 2,200,000,000 اضافه میکنه تا 3 ماه بعد و حتی بیشتر، ممکنه 400,000,000 و این جای ریسک باشه. ولی از الان هر کی الان شروع کرده واقعا کلیک کنید دیگه، زحماتتون رو نابود نکنید.
دیگه کلیک کنید. حالا بعضیا ممکنه مثلا بگن این الکی و مهم نیست و نگاه کن معطلمون کرد، ولی شما کلیک کنید. واسه نات کوین هم همینجوری بود دیگه. تا الان حرکت رو کردین، تا الان کلیک کردین، تا 1-2 ماه 3 ماه این حرکت رو کردین، دیگه ضرر میکنید ادامه ندید تا 3 ماه دیگه. منم خودم والا الان 200 میلیون دارم، باید منم خودم انجام بدم، کلیک بزنم، درآمد کسب کنم. و اینکه کانال ما رو دنبال کنید، اخبارهای مهم تپسواپ و بازارهای ارز دیجیتال و ایردراپ ها رو برای شما میذاریم. کسایی هم که تپسواپ ندارن از الان شروع به ماین کنن، شروع به کلیک کنن و درارن، چون تا 3 ماه دیگه برای شما واقعا خوبه. شما هم میتونید پول خوبی دستتون این بیاد. بله، تا ویدیوهای دیگه خدا نگهدار. فعلا خدا نگهدار.